سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه موضوع خیلی داغ بین تولید کننده های محتوا. سلام. بله، موضوع چالش برانگیزه. خب، توازن بین خلاقیت و فشارهای الگوریتمی. دقیقاً. ما یه ویدیوی جالب از ایوان لیندی دیدیم که عنوانش این بود چگونه الگوریتم خلاقیت رو میکشد. میخوایم ببینیم نکات اصلیش چی بود. حتما. لیندی خب مستقیما میره سر اصل مطلب. میگه این الگوریتما مثلا مال یوتیوب یه جوری سازنده ها رو هل میدن سمت چیزایی غیر از خود خلاقیت. یعنی تمرکز میره روی چی؟ روی آمار و ارقام دیگه. بازدید، عنوان خوب، تامنیل جذاب. اینا. آها. و خود اون جرقه خلاقانه چی؟ اون خب لیندی میگه حس میکرده این چیزا دارن معنای خلاق بودن رو از بین میبرن. انگار فلج کننده میشه. میفهمم. این همون دوراهی معروفیه که خیلی شاید شما هم باهاش درگیر باشید. از یه طرف عاشق کارت هستی. آره. لیندی میگه انجام کاری که هر روز دوست داری این یعنی برنده شدن. که خب حس خوبیه. ولی از طرف دیگه بحث پول درآوردن هم هست دیگه. پرداخت قبض‌ها و برای اون باید با الگوریتم یه جورایی کنار بیای. یه مرز باریک واقعا. خب لیندی راهکاری هم میده؟ چطور میشه اینو مدیریت کرد؟ بله، یه استراتژی جالب معرفی میکنه. بهش میگه یکی برای من، یکی برای الگوریتم. جالب یعنی چی دقیقاً؟ یعنی مثلا یه ویدیو میسازی که دل خودت میخواد برای ارضای روح خلاقت، برای اینکه مهارت‌هات رو تیز کنی. که شاید بازدید زیادی هم نگیره لزوماً. شاید نگیره، ولی بعدش یه ویدیو میسازی که بیشتر به فکر الگوریتم و بازدید و اینهاست. اینجوری هم خلاقیتت رو حفظ میکنی، هم دیده میشی. هوشمندانه است، یه جور تعادل عملی. آره، و کمک میکنه که مدام در حال خلق کردن باشی. خب توصیه‌های عملی‌تری هم داشت تو ویدیو برای اینکه این تعادل حفظ بشه و آدم انگیزه‌شو از دست نده. داشت. یکی این که میگفت باید عاشق فرایند شد، نه فقط نتیجه. یعنی از خود ساختن لذت ببری. نه اینکه فقط به آمار نگاه کنی. دقیقاً. میگفت آمار نباید تعیین کنه که تو چطوری خلق میکنی. حرف درستیه. نکته بعدی چی بود؟ یه ایده جالب دیگه داشت، مستندسازی به جای خلق کردن. مستندسازی یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه همیشه دنبال یه ایده خیلی خفن و بزرگ باشی، بیا و زندگی روزمرت تجربیاتت رو مستند کن. آها، یعنی لازم نیست همیشه یه چیز خارق‌العاده بسازی. نه، میگه بگذارید زندگی و تجربیاتتان ویدیو را برای شما بسازن. این فشار رو کم میکنه. خیلی خوبه. این به اون نکته بعدی هم ربط داره که میگه فشار نیاریم؟ بله، دقیقاً. گاهی فقط باید شروع کنی. دوربین رو بردار، دکمه ضبط رو بزن و بعد تو مسیر راهو پیدا کن. بدون اینکه خیلی فکر کنی نتیجه چی میشه. آره، و یه تاکید مهم دیگه هم داشت روی اصالت. اصالت یعنی چی؟ یعنی برای دل خودت بسازی. این باعث میشه یه ارتباط واقعی تر با مخاطب شکل بگیره. پس معتقد دوره و محتواهای خیلی شلوغ و پرزرق و برق داره تموم میشه؟ یه جورایی آره، میگه شاید مخاطبها دنبال ارتباط واقعی تر باشن و اینکه اگه اصیل باشی قبیله شما رو پیدا خواهد کرد. این خیلی امیدوار کننده است برای کسایی که نمیخوان خودشون رو تو قالب الگوریتم ها گم کنن. همینطوره، ولی یه هشدار هم میده. یه دام وجود داره. چه دامی؟ دام مصرف. ما اینقدر که محتوای بقیه رو مصرف میکنیم که توسط همون الگوریتما بهمون پیشنهاد میشه. خب دیگه وقتی برای خلق کردن خودمون نمیمونه. لیندی میگه اگه دائما در حال مصرف هستید، خلق نمی کنید. آها، و این مصرف زیاد روی کار خودمون هم تأثیر میذاره حتما. بله، ممکنه ناخودآگاه سبک بقیه رو تقلید کنی و بدتر از اون شروع کنی به مقایسه کردن خودت با دیگران. که به قول معروف مقایسه دزد شادیه. دقیقاً. پس آخرش همه چی برمیگرده به همون تعادل سالم. آره، برای کسی که میخواد از این راه کسب درآمد کنه چاره‌ای نیست. باید هم با الگوریتم بازی کنی و هم اون محتوای اصیل و به قول معروف همیشه سبز رو بسازی. دقیقاً، محتوایی که تاریخ مصرف نداره و برای خودته. این یه مدیریت آگاهانه میخواد. بسیار خوب. فکر میکنم نکات اصلی ویدیوی لیندی رو خوب بررسی کردیم. یه نگاه واقع‌بینانه و در عین حال کاربردی بود. آره، خیلی خوب بود.
و شاید یه سوال نهایی برای شما که شنونده ما هستید بمونه. چه سوالی؟ اینکه خب دیدیم الگوریتم‌ها چطور روی تولید محتوا اثر میذارن. حالا چطور همین الگوریتم‌ها دارن عادت‌های مصرف محتوای شما رو شکل میدن؟ و آیا این عادت‌های مصرفی ناخودآگاه روی انگیزه‌های شخصی شما یا حتی تفکر خلاقانه‌تون تأثیر نمیذارن؟ حتی اگه خودتون تولید کننده محتوا نباشید. این سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن. واقعا جای تأمل داره. بله. خیلی ممنون که با ما همراه بودید در این بررسی. و همونطور که لیندی هم اشاره کرد، روح خلاق روحی شاد است. به امید شادی همیشگی روح خلاقتون. پس اگه اهلش هستید، به خلق کردن ادامه بدید. تا گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.